سراغ این ستا هیچ وقت نرو اگه دنبال رشد و پیشرفتی. 1. دنبال تایید گرفتن از همه آدما نباش. همه آدما قرار نیست تو رو دوست داشته باشن، چون تو بهترین ورژن خودت هم باشی ممکنه مورد پسند و سلیقه خیلی ها نباشی. 2. تغییری که از ترس طرد شدن توه، نه خواست خودت. اینکه دیگری میخواد تو تغییر بکنی، اینکه دیگری میخواد تو وفق مراد اون باشی، قرار نیست تو تغییر بکنی. تو باید اصل خودتو زندگی کنی، حتی اگر خوشایند کسی نیستی. 3. خودسازی که با خودآزاری قاطی شده. خیلی وقتا ما فکر میکنیم داریم مسیر خودشناسی رو میریم. نه، داریم خودمون رو آزار میدیم. رشد قراره برای تو آرامش بیاره. اگر تو مسیر رشد شخصی هستی و داری بیشتر حس شرم به خودت میدی که چرا من اینجوریم و چرا اونجوریم، بدون داری مسیر رو اشتباه میری. چون تو باید تو هر شرایطی عاشق خودت باشی، به خودت عشق بدی و این مسیر رو با عشق بری.